بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، در یک کلاس دیگر از اکسل خوش آمدید. فور اگزامپل اینجا ما چیکار داریم امروز؟ درباره دیتا وات ایف انالیزیس گپ میزنیم. درباره وات ایف انالیزیس اینجا گپ میزنیم. چیکار داریم؟ فور اگزامپل ما اینجا چیکار داریم؟ فور اگزامپل ما یک لپتاپ اگر داشته درباره لپتاپ ما یا لپتاپ خریدم یا سودا. یک لپتاپ داشته دانه 42000 چند پیسه میشه؟ ایکوال تو اینی خانه ضرب در ازی خانه چند شه؟ مثلا 42000. اگر ما این زیاد کنیم، ما برای مثلا ما میگیم 12 دانه، این قدر میشه. 12 دانه این قدر میشه. خب سوال اینجا ما میگیم ما مثلا خریدم، اگر ما اینی 5 لگو مثلا 5 لگو 40000 5 لک 4000 پیمه مثلا کی 5 لک 4000 پیمه این چی کار شونه؟ مثلا 7 لک پیشته ما چطوری رو مثلا دانه چند سودا کنیم 12 دانه کی چند شونه؟ 7 لک پیش نه 6 لک. خب ما اینجا به کجا لیکو اینجا اینیا دو سلیک کده اینجا بله ازی این سینریو منیجر چیکار میگم ایت کو ایت کدی از اینجا به نام میدی فرق منه ارخیل که دادین بیده ما میدم بیدو سی اوکی خلاص اوکی ایربان. بعد از اون ما ماییم مثلا اینجا کلیک کده دولی وات اف انالیزیس گول سیک میگه خانه رو سیت که ما میگه نی خانه ما خانه در کجا بوده؟ ما میگم تا 6 لگو 60000 بوده 66 داریم. ما میگیم تا اینی جای را ای بوده. بعد از اون میگیم با چنجینگ کدام خانه رو تو میخوایی بدلی کنی که بال ببره که میقدر شونه. ما 12 دانه لپتاپ یا 12 دانه مثلا چیز رو ما بال بردن نمیتونیم که 13 دانه 14 دانه جور کنیم. ما مجبور پرایش رو بال ببریم تا ایر پرک نیم پرایش رو میگم اوکی اوکی دانه چند؟ دانه اینی قدر سودا کنی دانه 55000 پی سودا کنی 12 دانه من اینی قدر 6,60,000 پی باشه سه. خب اینا لی فور اگزامپل ما اینجا اینجا ما مثلا امو چند پرایزار ما میتونم اینجا مثلا لیکن مثلا ما لیکن 47,000 بعد از 47,000 بعد مثلا من مثلا 34,000 اما تو نوشتنم مثلا 64,000 میتونم نوشتنم 64,000 بعد از او عمل خم مثلا 50,000. خب باز اینجی مثلا ممکن 7 دانه باز 19 دانه باز 14 دانه باز 16 دانه بس. خب اینا رو میخوایم چی کار کنیم؟ اینا رو میخوایم این رو فیل کنیم از روی ازی این باید قدازی اینتاج باشه یا اینی رو به پیش از اینجی لکنی که این جای خالی ده اینجی گفته یا ای رو ما لینک میدیم میگیم ایکوال تو یعنی خانه خلاص اینا رو ما سلیک ده ما این ده کجا بله دیتا تیبل که ما دوم اینجا مثلا میگه رو اینپوت سل می چیزه در رو چیز انداز کنم اینی رویه اینی آفت این دوزن چاپه اینی رویه در رو اسکال انداز کنم دانهش انداز کنم مثلا چند دانه است ما اینی رو چک. خب در کالم اینپوت سل چیزه در کالم کسته اینی مثلا چیش اینی پرایش ما چیز خال انداز کنم مثلا سوری اینجا ما یک مستیک کنم اینی آفت ما مثلا از این دیلیت کنم اینی کسته ما از اینجا دیلیت کده باید اینجا equal to اینی خانه. خب اینا لیست سلیک کنم و مایم خب رو اینپوت سل چیزه رو اینپوت سل که ما انداز کنم این یک رو دو رو سه رو دانش انداز کنم بعد از دو در کالم اینپوت سل سال انداز کنم مثلا پیراش انداز کنم اینی رو اوکی این دمو حساب این رو میگره فیلم این مثالش چی رقم مثلا
این اینجا گفتم مثلا لنوایه نام لپتاپ گفتم 19 دانه دانه 40000 پی اینی قدر میشه. بعد از اون مثلا 14 دانه دانه مثلا 40000 پی اینی قسم میشه. بعد از اون 16 دانه دانه اینی قدر اینی قسم میشه. همون رقم جل دانه مثلا دانه 34000 19 دانش اینی قسم میشه. دانه مثلا 14 دانش دانه 34000 اینی قسم میشه. باز اینا ما مایم در کجا پس در اینجا که ما پیشتر یاد چی است که برتم سیف کنم میم بله گولز سناریو ایرم سناریو منیجر این میگیم رن اینی گفته باز میگیم ارشو پس همون اینجا گرفتم گاینه جور کنم. خب اگر از کلاس خوش اومد پلیز لایک و سابسکرایب یا چنل. Thank you everyone. Share with your friends.